سلام بچه ها، خوبین؟ امیدوارم که روزای بهاریتون همینطوری خوش باشه. آقا، قبل عید بود داشتم تو این ماهی قرمز فروش ها میگشتم برا خودم ببینم دوباره چه کار میکنن این قاچاقچی ها و چی صیدی میارن. چشم خورد به یه تنگی که پر از مار بود. گفتم اینا رو برا چی آوردی؟ گفت سال ماره. یه نگاه انداختم داخلشون رو، دیدم خب همه از نژاد چلیپرن و چلیپر به عنوان یه مار آبی شناخته میشه که در دسته ناتریکس حالا قرار میگیره. یه ذره ریز شدم، نگاه کردم دیدم گراس اسنیک ها را یا مار میله‌ای یا گذاشته کنار چلیپر. این مارا هی کلشون رو می آوردن بیرون، یه نفس میگرفتن و اونا دوباره زور میزدن این مارا رو میکردن داخل آب. آقا، لازم دونستم یه توضیحی بدم راجع به اینکه این مارا اصلا چگونه این و حالا که جلوی عیده، چون من دیدم مردم خیلی میخریدن، مردم داشتن این مارا رو میخریدن و خب لازم دونستم یه توضیحی حداقل راجع به این به قول گفتنی گراس اسنیک هامون یا مار چمنیمون یه توضیح بدم. اولا که این گونه نیاز آنچنانی به آب نداره، در بعضی از موارد که به صورت منفردی زندگی میکنه اصلا تو چند فصل نیازی به آب نداره. این مار دوست داره شکارش رو توی آب بگیره و شناگر خیلی خوبیه، تو آب سرعت بیشتری داره، وگرنه مار آبی نیست. یعنی ماری نیست که شما همش بخوای توی تنگ توی آب نگهش داری، برای همین نمیتونی بهش غذا بدی و نمیتونی اونا نگهش داری. و البته من بهتون بگم که این دوتا مارا من از بین اونا جدا کردم، حداقل به خاطر اینکه با خودم فکر کردم شاید این گونه کمتر باشه. گفتم بذار حداقل زنده نگهشون دارم. متاسفانه من تو منطقه بیابونی هستم. اصفهان منطقه بیابونیه، صحراییه به قول گفتنی، و حتی کنار رودخونه هاشم اگر این مدل این گونه رها بشه شاید درست نباشه، چون بومی این منطقه نیست و من دوست داشتم اینا رو نگه دارم و تا برسم شمال و اون منطقه زندگیشون رو پیدا کنم و اینا رو بخوام آزاد کنم. و خواستم بهتون توضیح بدم حالا این مارا صیدی هن. تا اونجایی که میشه نخرین، ولی حالا اگر خریدین حداقل کاری که میتونین براشون بکنین اینه که شرایط خوبی براشون فراهم کنین و امنیت بهشون بدین، احساس آرامش بهشون بدین و اینو بدونین که مارها، خزندگان، هر چیزی هوش خودشو داره، درک خودشو از طبیعت داره، از دور و بر خودش داره و به نظر من تنها کاری که میشه ما بکنیم در قبال محبت طبیعت اینه که درک کنیم موجودات ها و از نگاه اونا بیرون رو نگاه کنیم. و همین من تو این فیلم خواستم نشون بدم که ببینید مارهای صیدی، مار وحشی یا ماری که حالا از طبیعت خودش جدا شده و به اسارت در اومده و مدت زیادی یا غذا نمیخورده تا سرحد مرگ رفته، حالا با یه حس آرامش و امنیت تونسته به زندگی برگرده. بله، زندگی اسارت به درد نمیخوره، ولی خب حداقل من تونستم جونشو حفظ کنم و از شما خواهش میکنم که اینجور حیوونا را، مار، میمون، چه میدونم هر چیزی که به صورت صیدی آورده میشه خریداری نکنید.